با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. پیگرد رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری توسط اینترپل، تابوت برداری امامعلی رحمان و تعجب ازبک ها، تالکو از وابستگی به محصولات نیمه‌خام خارجی آزاد شد. دسته های منتخب فوتبال فلسطین و تاجیکستان قوه آزمایی میکنند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری رسما تحت پیگرد پلیس بین الملل یا اینترپل قرار گرفته است. قبلا با وجود تاکیدهای پی در پی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان نام محیدین کبیری در فهرست اینترپل دیده نمیشد. خودی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مسئله گفت: ما باید دو مسئله را از هم جدا کنیم. یکی مسئله وارد شدن در لیست اینترپل یعنی پلیس بین المللی و دیگری مسئله بازداشت و استرداد که مقامات تاجیکستان درباره آن صحبت کردند. برای آنکه مسئله کمی روشن‌تر باشد باید طبیعت این سازمان و طرز فعالیت آن را باید شناخت، خوب آگاه بود. اینترپل یک سازمان بین المللی پلیسی هست که عضو آن 190 کشور یعنی حکومت ها هستند و تنها حکومت ها می توانند سوبیکت این سازمان بین المللی باشند و این یک سازمان خیلی هم بیروکراتی هست که تنها طبق درخواست حکومت ها فعالیت میکند و طبق اساسنامه یا آیین‌نامه این سازمان وظیفه دار است که در صورت وارد شدن پرونده یا نام از طرف هر یک کشوری عضو آن را در سایت خود یا در روی خط خود وارد کند. این یک کار صرف تکنیکی است، اما مسئله بازداشت و استرداد مسئله کاملا چیز دیگر است که مقامات تاجیکستان درباره آن صحبت کردند. شما یک بار اگر به خود همین لیست اینترپل وارد شوید، اونجا تنها از تاجیکستان نزدیک 380 نفر نام هست و در مقایسه با ساکنان تاجیکستان یعنی شمار اهالی ما شاید که از کشورهای اول دنیا باشیم. حتی شاید چینی 1 میلیارده یا هندوستان 1 میلیارده، کشورهایی که صدها میلیون اهالی دارن برابر تاجیکستان در روی خط اینترپل نام ندارن. یعنی هر کسی را که حکومت ها دادن اینترپل وظیفه دار است که در لیست جا کند و نکرده هم نمیتواند. اما مسئله بازداشت و استرداد مسئله کاملا دیگر است و تجربه نشان داده است که حالا از کشورهای سابق شوروی کسی را از کشورهای اروپایی استرداد نکردند. شاید بازداشت کرده باشند برای تحقیقات، برای تفتیشات، ولی مسئله استرداد کاملا فرق میکند چون در اینجا علاقه قانون‌های دیگر عمل میکند، مثل آنکه سازشنامه‌ای هست در داخل این کشور اروپایی که در اون کشوری که شکنجه هست زندانیا عذاب میشوند و صلح‌ها مستقل نیستند، این کشورها حق ندارند که استرداد کنند. و از همین لحاظ من حالا هم به همون نظر هستم که دعوای مقامات تاجیکستان درباره بازداشت و استرداد به تاجیکستان این خواب و خیال است و حدی اکثری که اون میتونن کرده این وارد کردن به لیست اینترپل است که علاقه وارد شده است و پیش بردن تحقیقات تفتیشات از طرف مقامات اون کشوری که بعداً وظیفه دار است این مسئله رو پیش برند. اما در اکثر حالتها حتی کار به حد تفتیشات و تحقیقات هم نمیرسد، چون وقتی میبینن که دلیل کافی وجود ندارد حتی اون کشورها خودشون تحقیقات رو آغاز هم نمیکنن و معمولا اکثر اپوزیسیون ها یا مخالفین کشورهای آسیای مرکزی در این لیست بودن که بعدا خود اینترپل به این نتیجه میرسد که دلیل و سند کافی برای وجود داشتن در لیست اینترپل مدت طولانی نیست و بعدا اون را حذف میکنه. حالا ما هم در همکاری با سازمان‌های بین المللی و ادوکات‌های بین المللی علیه مسئله بیرون کردن اسم از خط اینترپل را آغاز کردیم و گفتم دشوار است که چقدر زمان میگیرد
ولی باور دارم که دیر یا زود اینترپل به این نتیجه خواهد رسید که اون تهمت‌هایی که بالای ما و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف حکومت تاجیکستان وارد شده است اساسی واقعی ندارد. در سامانه پلیس بین الملل نام 219 نفر شهروندان تاجیکستان دیده می شود که 119 نفر آن جوانان تا 35 ساله اند. اما مقامات کشور می گویند 360 نفر تاجیکستانی در جستجوی اینترپل می باشند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در جنازه اسلام کریموف شرکت کرد تابوت او را هم برداشته است. از این کاری رئیس جمهوری تاجیکستان رسانه‌های ازبکی با تحیر اطلاع دادند و گفتند که اقدام امامعلی رحمان خلاف پروتکل بوده است. یک رسانه ازبکی گفته است با این کارش رئیس جمهوری تاجیکستان به سرور منبعثه ازبکستان پیام داد که می‌خواهد با حکومت آینده این کشور رابطه نزدیک و دوستانه داشته باشد. کارشناسان میگویند مناسبات سرد دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان بیشتر بنابر به همدیگر خوشبین نبودن رؤسای جماهیر شکل گرفته بود. از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در جنازه اسلام کریموف تنها تاجیکستان و ترکمنستان را رئیس جمهورها نمایندگی کردند. اما کشورهای دیگر به جنازه سروزیران خود را فرستاده بودند. امروز 5 سپتامبر در ناحیه یاوان کارخانه استحصال کریالیت، آلومینی فتوردار و کسلته سولفات افتتاح شد که شرکت استحصال آلومینی تالکو را با محصولات ضروری برای استحصال آلومینی تأمین خواهد کرد. در نظر است این کارخانه سالانه 12,000 تن کریالیت، 18,000 تن فتورید آلومینی و 130,000 تن کسلته سولفاتدار استحصال نماید. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که در افتتاح این کارخانه شرکت میکرد گفت که 20% محصولات استحصال کننده این کارخانه به خارج صادر خواهد شد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داده است که یک قطار دولت‌های استحصال کننده آلومینی الکی درخواست همکاری با این کارخانه را برای خریداری محصولات آن اظهار کرده اند. قبلا کریالیت، آلومینی فتوردار و کسلته سولفات از کشورهای نزد بالتیک، روسیه، بلاروسیه و چین وارد می شدند. کارخانه نو با خرج 990 میلیون سومانی بنیاد شده است که نزدیک به 300 میلیون آن را تالکو پرداخت کرده است. عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خانم ظرفا رحمانی که بعد حادثه سپتامبر سال گذشته با اتهام همدستی در آشوب حاجی حلیم نظرزاده بازداشت شده بود، امروز آزاد شده به خانه اش برگشته است. او همراه با 12 عضو دیگری ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شده بود. سبب رهایی او را در نشانداد او علیه اعضای دیگری ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در نتیجه شکنجه از او گرفته شده است و فشار سازمان‌های بین المللی به حکومت تاجیکستان می‌دانند. ظرفا رحمانی بین اعضای بازداشت شده ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها زن بود و 1 سال عمر خود را در بازداشتگاه سپری کرد. با مقصد برگزار کردن واخوری دوستانه با دسته منتخب فلسطین، تیم ملی فوتبال تاجیکستان به شهر خیوران فلسطین رفت. با نظرداشت آن که بازی با تیم فلسطین در میدان صنعی در خیروان صورت میگیرد، دسته منتخب تاجیکستان تا روز شنبه مشغولیت خویش را در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برپا کرده است. 6 سپتامبر ساعت 22:00 با وقت دوشنبه در ورزشگاه دوره شهر خیروان دسته های منتخب فلسطین و تاجیکستان وارد میدان می شوند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. در نتیجه ضربه‌های هوایی در استان ننگرهار شرق افغانستان 13 جنگجوی عضو دولت اسلامی به هلاکت رسیده، 2 نفر جراحت وزنین برداشتند. در نتیجه عملیات نظامیان ملی افغانستان لوازمات زیاد جنگی به غنیمت گرفته‌اند. نرخ جهانی نفت بعد اطلاع خبرگزاری رایترز درباره آنکه روسیه و عربستان سعودی برای اظهارات یکجای عاید همکاری در بازار نفت تیاری می‌بینند با شدت بالا رفت. روز دوشنبه در بیرژه ICE نرخ نفتی نوی برنت برای ماه نوامبر بیش از 5% بالا رفته به 49 از 138 دلار برای یک بشکه رسید که از نشان دهنده قبلی 5 از 144% بالاتر است. در نشست G20
که در خانجاو چین برگزار شد، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین مسئله های سوریه و اوکراین را بررسی نمودند. این بررسی اول با شرکت همراهان ایشان بعداً یک به یک صورت گرفته است. بار اول نیست که این دو رئیس جمهور به مسئله سوریه می پردازند، اما تا حال هیچ سبوکی به مردم سوریه از بررسی های آنها نرسیده است. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدارتان.